سازمان‌های بین‌المللی خبرنگاران بدون مرز در اظهاراتی که روز 28 دکامبر سال 2022 در واکنش به حکم زندان 4 ژورنالیست تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی و عبدالستور پیر محمدزاده نشر کرد، با یک لحن تند از مقامات تاجیکستان انتقاد کرد و گفت رژیم امامعلی رحمان دهان همه گونه تنقیدگران را می‌بندد. خبرنگاران بدون مرز با تاکید به اینکه 4 ژورنالیست با گزارش‌های خود در موضوع حساس به مقامات خلل می‌رسانیدند، گفت این سازمان شعبه اروپای شرقی و آسیای مرکزی سازمان خبرنگاران بدون مرز گفت این حکم‌های بیاد شدیده که از اول اکتبر به این سو پی هم صادر شدند برای ژورنالیستان مستقل که هنوز هم برای گفتن عقیده خود در تاجیکستان جرأت نشان میدهند، مثل زنگوله مرگ است. مقامات تاجیکستان باید شکل دادن این فضای پر از ترس را که مانع لب به تنقید حکومت گشادن مطبوعات می شود بس کنند و ژورنالیستان را آزاد کنند. در سازمان خبرنگاران بدون مرز بر این باورند که این 4 ژورنالیست زندانی شده یک هدف عمومی داشتند: فعالیت آزادانه ژورنالیستی در تاجیکستان. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در میانه ماه ایون دستگیر و غربتی روز 4 اکتبر به 7 سال و 6 ماه زندان و دلیر امامعلی روز 7 اکتبر به 10 سال زندان محکوم شدند. زفقبیک سیدامینی و عبدالستور پیر محمدزاده در اول ماه ایول در پی با طلب رهایی همکسبان خود صدا بلند کردند و به حبس گرفته شدند. 1 ماه نوامبر و 2 ماه دکامبر به 7 سال زندان محکوم شدند. مرافعه‌های همه آنها پشت درهای بسته گذشت. همه آنها را به تروریسم و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند و نسبت همه آنها از شکنجه استفاده برده اعتراف گناهشان را به دست آوردند. خبرنگاران بدون مرز همچنین از سرنوشت بلاگر زاده بدخشان خسرو جمعیف معروف با تخلص خوشام گویم یادآور شدند که او هم ماه دکامبر سال 2022 به 8 سال زندان محکوم شد. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفته است مقامات با این را می‌خواهند افکار جامعه را در کشور زیر نظارت کامل بگیرند که این به ایمیج تاجیکستان خیلی تاثیر منفی خواهد داشت. تاجیکستان در ردبندی 1 سال پیش خبرنگاران بدون مرز از لحاظ سطح آزادی مطبوعات در بین 180 کشور در مقام 152 جای گرفت. تاجیکستان از سال 2015 در این ردبندی الکی 36 زینه پایین رفته است. موج بازداشت‌ها و حکم زندان ژورنالیستان به احتمال غالب موقع تاجیکستان را در ردبندی امساله خبرنگاران بدون مرز باز هم پایین‌تر کرده می‌تواند دوشنبه را در بین سرکوبگران اساسی آزادی مطبوعات جایگیر کند.